خب سلام دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. حسین مراربی هستم. خوش اومدید به ویدیوی من بالاخره بعد از مدت ها پیسی خریدم، ولی خب لپتاپم اول از مشخصات شروع کنم. لنوو که چرا اف پی اس هم یکه؟ ولش کن. لپتاپ لنوو که 15 و بالاخره میتونم بگم به آرزوام رسیدم تقریبا. حالا چرا لپتاپ خریدم، چرا پیسی نخریدم؟ به این علت که برای کارم و شغل آینده‌ام لپتاپ نیاز داشتم و پیسی، و این هم روی تقریبا لپتاپ هم خوب اف پی اس میده دیگه. بیرون بازی که 200، ولی خب اینجا هم تقریبا اف پی اس تا 150 رو میره دیگه. حالا خدا رو شکر. بریم بس استارت کنیم. اکسترا هم افتادیم. جای اکسترا واقعا بدم میاد، نمیدونم، خوشحال نمیکنم طوری هستم. خب بپریم بچه‌ها. کجا بپریم؟ اینجا بپریم به قول خدا. شما این بعدی که داره روی میز بازی نمیده. بله میگم داشتم میگفتم روی میز همه بازی نمیکنن تا دارن روی زمین بازی میکنن، یعنی وضعیت آنها خیلی بده. و اشاره که در آینده هم ولاگ داریم و میخوایم چنل رو یه ذره به سمت دیگه ببریم. من چرا گان پیدا نمیکنم اینجا؟ ولی M10 ولی این چرا باک خورم؟ M10 برداشتیم به نظرم. آجی من میگم هیچی بلد نیستم، هیچی. این بچه‌های چی رو بگم؟ الان من چیزی آجی یو اول فضل عباس آجی من آجی باته برگاش ریخته. میگه چقدر این دیگه باته آجی برگاش ریخته. یه باتو تعجب داره بوده. آجی فکر کنم این امیمیه. بله از بات بچه خوردم. بات هم امیم نبود. ببینم داداش میشه داداش پین آجی کی برم زنی زد. من پینگم از رفت بالا و آره الان میذارم بریم تو ترینینگ و یه ذره باهاتون صحبت میکنم و خلاص. بچه‌های عزیز راستیتش من 2 هفته دارم بازی میکنم و خب نمیگم پیسی بده، نمیگم باهاش حال نمیکنم، همین خیلی ندارم، ولی خب من واقعا میگم تو این 2 هفته از پیسی بدم اومد. حالا شاید مثلا خیلیاتون میگه نه مثلا وایسا نمیخواد بری سمت گوشی، با پیسی میتونی وان شات کنی، تون بازی کنی، مثلا خیلی عجیبه. شاید در ویدیو هم بیام سمت پیسی ها، ولی بخوام فری فایر بازی کنم با گوشی بازی میکنم. با گوشی آقا 4 انگشتی بازی میکنم، پرو هم هستم، راحت هم هستم، هر جا برم میتونم بازی کنم. ولی با پیسی نمیدونم عادت ندارم، برام مثلا طوری بدم میاد، یه اونطوری که دلم میخواد نیست. و به شما هم پیشنهاد میدم شما اگه سمت پیسی شاید اولش خیلی ذوق و شوق داشت. من اولش خیلی ذوق و شوق داشتم، ولی بعد که بازی کردم اگه این مثلا من بلد نباشم و نه، اون که بالاخره یاد میگیرم، اون من بالاخره میتونم یاد بگیرم. حتی یادم که نگرفتم بالاخره جدید چیت این باز اینا هست میزنم میتونم هدشات کنم. ولی خب خوشم نیومد از فضاش، خوشم نیومد، یک طوری که به میل من نمیخوره و شاید فقط در یه ویدیوهای یوتیوب هم میام سراغ پیسی. یعنی بخوام همینطوری عادی رنگ اپ کنم خب بتلش هم نامردیه، همه رو بات میندازه. بعد تو مثلا مف میری مثلا مستر، ولی خب مثلا با گوشی بعد دهن صافش رو بری مستر و این خب خیلی نامردیه در حق اونی که گوشی پلیر ظلم میشه. خیلی ممنون که با من همراه بودید. سعی کردم ویدیو کوتاه باشه و مشخصات لپتاپ هم براتون میذارم آخر ویدیو.
و تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.